سلام علیکم مردم، سلام با برادران غریب. برادران امروز یک کمپیره که مادر خطی ای تاجیکستان هم سو بخیر چقدر که ما رو دیگه میدیدیم آخه کمپیر مادر زن زد اشکی چشماش ریختم خزی خشیدیم که فرزندی بناموسش زن میته ابلا و سر بشه ای در جوش ریدگی و خیسرازه میپره رسه میاد دمو مثل خطی کلینچک میپره رسه میاد همین کی اومدگی این پنجم سال چهارم سال دیگه نمیره زن چی میزنن گپی مادر پیسان میکنه ایچ جوروش میگفتن که حرامی کدر شوی درست پلی کار کدگی در زینو اکمر مشکل بناموس وقتی با میگن که فلان کلینچک خطی فلانی خبیدن فلانیش خطی پات ناوس زوری و زنگ ناوس نداره همین بسیار دم خالی خدازده شدگین دمینیمیا بوگین میگیرن دمیجا میگردن بناموس حرام بو تفیتر همون توجیکی خمون میبرداره با میگموده حرام ولی هم سری وقته پر برای توجیکستان پیش کمپیری مادرت برای بچاره زور زور گیره داره به ناموس دو روز پس 40-50 دمش این دفت میکنه دیگه او جمعه کی فرزنده دفت میکنه وقتی میگم ما باید کلوچ قاقک زور بدیم اکیت به ناموس ایپوز دیگه استی اومدی پاتی حرام آخی تو ناوس داری وای ناوس نداره با اسلامی هم میگیریم آخی درست نیست خیلی قرصی معقوله کار کنن ناموس که بگی فرزندو تو زن تا پیش بیار برای هم برادران امروز هم کمپیر مادر خطی هم صبح شدیم دیگه نمیدونم این به ناموس چی بگم داخش کنه خدا هدایت کنه خیلی به ناموسای رکی مقصد زن فرزندش میفرده تاجیکستان ایروی یا حرام یا بوگین شده او تا و چش میفرده الان نگهبانتون انشالله که با در خدمت خدا مت نگهبان باشه چه بچه غریب